3 عبارت بنویسید که هر کدام نشان دهنده مجموعه تهی باشه. الف، اعداد طبیعی اول بین 8 و 10. اگه اعداد طبیعی رو بخوایم بین 8 و 10 بنویسیم میشه 8، عدد بعدی 9 و عدد بعدی 10 هست. خب اعدادی که بین 8 و 10 قرار گرفته باشن و طبیعی نیز باشن عدد 9 هست و این عدد اول نیست. بنابراین اعداد طبیعی بین 8 و 10 میتواند یک مجموعه تهی باشه. میشه یک مجموعه تهی. مثال بعدی رو که میخوایم مطرح بکنیم اعداد صحیح بین -4 و -3 هست. ببینید باز دوباره اعداد صحیح رو اگر بخوایم بنویسیم عدد -4 کوچکتره و بعد عدد -3 قرار میگیره. بین این دو هیچ عدد صحیح وجود ندارد. بنابراین در اینجا نیز ما مجموعه‌ای که داریم یک مجموعه تهی خواهد. باید توجه داشته باشید به طور کلی بین دو عدد صحیح متوالی هیچ عدد دیگه‌ای وجود نخواهد داشت. مثال سومی که برای مجموعه تهی ارائه دادیم اعداد حسابی کوچکتر از 0 هستند. اعداد حسابی از 0 آغاز میشن، یک واحد افزایش پیدا میکنن. اینجا گفته اعداد کوچکتر از عدد 0 باشن. چون کوچکتر از عدد 0 جزء مجموعه اعداد حسابی محسوب نمیشه، در اینجا نیز ما با مجموعه تهی مواجه خواهیم شد. بنابراین 3 مثال عنوان کردیم که نشان دهنده مجموعه تهی است. 3 عبارت بنویسید که هر کدام مشخص کننده مجموعه فقط با یک عضو باشد. مقصود بیان کردن یک مجموعه یکتا هست. اعداد طبیعی اول بین 5 و 10. اگر بین 5 و 10 اعداد طبیعی رو بنویسیم عدد 5 بعدی 6 بعدی 7 8 9 و عدد 10 خواهد. توجه بکنید که عددی که اول باشه و بین این اعداد وجود داشته باشه صرفاً عدد 7 هست. بنابراین یک مجموعه تک عضوی با عضو 7 جواب قسمت الف خواهد. مجموعه شامل حروف نقطه‌دار کلمه هندسه. توجه بکنید تنها حرفی که نقطه دار باشه حرف نون هست دیگه. بنابراین ب نیز یک مجموعه یکتا خواهد. و اعداد طبیعی دو رقمی کوچکتر از 11. توجه بکنید کوچکتر از 11 اعداد 1 2 عدد 3. اجازه بدید بقیه اعداد رو ننویسیم، 3 نقطه بذاریم و بعد عدد 10 و عدد 11. خب اینجا عدد 10 رو مشاهده بفرمایید. عدد 10 عددی است کوچکتر از 11 و دو رقمی. اعداد دیگه ای که کوچکتر از عدد 10 هستن کوچکتر از 11 نیز هستن، اما این اعداد یک رقمی هستن. بنابراین اعداد رو خط میزنیم و تنها عدد 10 خواهد بود که مجموعه یکتا رو هم خواهد ساخت.